توسط شرکت سامسونگ معرفی شده. سامسونگ اومده یه فناوری جدید تحت عنوان هوم ای آی معرفی کرده، یعنی در حقیقت یه دستگاه کنترل هوشمند خانگی که میتونه با نیازهای شما بر اساس هوش مصنوعی سازگار بشه. به عنوان مثال زمانی که میخواید بخوابید چراغ خونه رو خاموش کنه، زمانی که سشوار میکشید بره بعدش جارو برقی اتوماتیک رو فعال بکنه و بیاد اونجا رو جارو کنه. و یک پیشرفت خیلی جالب اینه که آینه ماکرو LED گذاشته که میتونه به کمک هوش مصنوعی وضعیت پوست شما رو تحلیل کنه زمانی که جلوی شما میسید و محصولات مراقبت پوستی رو به شما پیشنهاد بده. و این یه ذره به نظر من جای ترس هم داره که این اطلاعات رو میتونه از شما به هر حال با یه اینسنتیو یا یه مشوری از شما بگیره و برای خیلی موارد دیگه تو زمینه‌های تبلیغاتی اینو استفاده بکنه. و احتمالاً شما بدونید همه چیز دیگه با هم دیگه یک پارچه میشه، یعنی احتمالاً شما با اپ سامسونگ گوشیتون، با گوگلتون، با ارزم با حضور شما رو که آیفون داشته باشید که با آیفونتون اینا همه با هم دیگه سینک میشه و این اطلاعاتی که جمع‌آوری میشه اطلاعات زیادی از خونه زندگی شما میتونن شرکت‌ها داشته باشن. البته خب این احتمالاً باید قبلش از شما رضایت‌نامه‌ای کسب بشه و این کار انجام بشه، ولی هوش مصنوعی داره به جاهای عجیب و غریبی میره. امیدواریم که این بحث پرایوسی توش رعایت بشه و بحث اتیکس و اخلاقیات هم در کنارش پیگیری بشه که البته میدونم این کار داره انجام میشه و توسط شرکت‌های بزرگ هم داره انجام میشه. پیشرفت‌هایی هم هست در حوزه رباتیک، مثلا یه رباتی با مزه معرفی شده تحت عنوان میرومی، یه چیز شبیه یه عروسک که میچسبه به دسته کیف و میتونه به احساسات واکنش نشون بده و یه ربات دکوری خیلی بامزه است که برای خانم‌ها اکثرا استفاده میشه. یه ربات دیگه هست تحت عنوان میرو کایی، رباتی که برای سالمندان و توی خونه سالمندان استفاده میشه و در حقیقت علاوه بر سالمندان میتونه البته تو بیمارستان‌ها جای مختلف استفاده بشه، برای پذیرایی استفاده بشه و میتونه فیس خودش رو به شکل مختلف در بیاره و توی خود فیس خودش احساس رو نمایش بده، گوشاش تکون میخوره. تصاویرش رو شما مشاهده میکنید. من تصاویر همزمان البته دارم صدا رو از قبل ضبط میکنم و تصاویر بعدش میذارم روی صدای خودم که شما ببینید. طول سگ‌های رباتیک تامبات هست که برای در حقیقت افرادی که نمیتونن وقتشو ندارن که حیوانات خونگی نگهداری بکنن اومده طراحی شده و میتونه اون همون تا یه حدودی احساس حیوان خونگی رو به شما بده. مورد بعدی ماشینالات کشاورزی خودران که تحت شرکت جاندیر ارائه شده. تراکتورهای خودران، ماشین‌های چمن‌زنی هم به زوباله حالا اینجا گفته شده که میتونه که کار کشاورزی آسان‌تر بکنه. اما از یه طرف دیگه باید به این نقطه هم توجه بکنیم که خیلی از کسب و کارها موارد قبلی بود دستگاه‌هایی که میتونن به صورت پرینتر سه‌بعدی خونه بسازن یا میتونن مثلا گودبرداری بکنن. حالا اینجا میتونن تراکتورهای خودران که میتونن در حقیقت کار مزرعه رو انجام بدن. اینو درسته که کار آسان‌تر میکنن و هزینه‌های پرسنلی رو کاهش میدن، از اون طرف خب یه سری مشاغل رو از بین میبرن و امیدوارم که جای دیگه این مشاغل با مشاغل دیگه جایگزین بشه. همونطوری که خب اینترنت اومد خیلی مشاغل از بین رفت ولی خب از عوضش یه سری مشاغل دیگه جایگزین شد و این بتونه به اون زمینه در حقیقت جبران بکنه این انقلاب هوش مصنوعی. مورد بعدی نوآوری‌های فناوری سلامته. یه شرکتی تحت عنوان الی هلث یه دستگاهی رو به عنوان هورمومیتر ابداع کردن که میتونه هورمون‌های شما رو با استفاده از نمونه‌های بزاق دهانیتون اندازه‌گیری بکنه و این هورمون‌ها خب خیلی‌هاشون حتی نوروهورمون هستش، میتونه از استرس اطلاع بده، از خواب شما، عملکرد ورزشیتون و باربری در مورد خانم‌ها میتونه اطلاعاتی به شما بده و با اون اپلیکیشن هایی که داره احتمالاً میتونه در حقیقت وصف اپلیکیشن بشه و ترکینگ این رو هم به عهده داشته باشه. مورد بعدی شرکت دل که یک مانیتور جدید هوش مصنوعی ارائه کرده که میتونه با فناوری رادیویی صدا و مبتنی بر حرکت سر شما تجربه واقعی تری رو برای گیمرها فراهم بکنه. و در نهایت اینو میخوام بگم که این پیشرفت‌های هوش مصنوعی که داره در حقیقت ادغام سریع هوش مصنوعی و رباتیک رو تو حوزه‌های مختلف زندگی شما ایجاد میکنه و تحول بزرگی
برای استفاده از فناوری‌ها محسوب میشه. حالا نکته اینجاست که در مورد همه فناوری که صحبت شد دوست دارم بدونم نظر شما چیه و دوست دارم که راجع به هر کدوم که فکر میکنید که جالب تره یه ویدیو اختصاصی تولید بکنیم و به اشتراک بگذاریم. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید.